هند جگرخوار یا هند بنت عتبه زنی بود در حدود 1500 سال پیش از مخالفان جدی محمد عبدالله بنیانگذار دین اسلام. وی همسر ابو سفیان و مادر معاویه می باشد. او پس از جنگ بزرگ اعراب به نام احد یکی از سربازان اسلامی به نام حمزه را دستور می دهد که به قتل برساند. وی پس از کشته شدن حمزه به سر جسد او رفت و اعضا و جوارح بدن او را به دندان می کشد و می خورد. به همین دلیل به نام هند جگرخوار معروف شد. او در نهایت در زمان عمر خلیفه دوم عربی نیز از دنیا رفت. اگر این اطلاعات براتون مفید بود پس لطفاً سابسکرایب رو فراموش نکنید. دوستتون دارم. تا کلیپ بعد